جلسه گذشته ما رسیدیم به بحث مشبکه ها. بزرگترین عضو رو تعریف کردیم، کوچکترین عضو رو تعریف کردیم، کران بالا، کران پایین، کوچکترین کران بالا و بزرگترین کران پایین که الیوبی رو میگفتیم کوچکترین کران بالا و جلبی هم که بزرگترین کران پایین تعریفش کردیم و بعد اومدیم عنوان کردیم بحث مشبکه ها رو که گفتیم که یک مجموع مرتب جزئی حتما باید باشه و اگر هر دو عضوی که شما انتخاب کردید الیوبی و جلبی داشته باشه بهش میگیم یک مشبکه یا لاتیس گفته میشه. خب ما گفتیم که به خاطر اینکه یادتون باشه الیوبی میشد اولین نقطه‌ای که در بالا اون دو تا نقطه به هم میرسند. فرض کنیم مثلا سی و دی رو که به عنوان اولین نقطه‌ای که در بالا به هم میرسن الیوبی بهش میگیم و اولین نقطه هم که در پایین به هم میرسن تحت عنوان جلبی اشاره شد که دیگه پس کار راحته دیگه، نمیخواست کرانهای بالا کرانهای پایینش رو پیدا کنیم و بعد توی کرانهای بالا بزرگترین کوچکترینش رو پیدا بکنید. لذا ما اینجا دیگه پس میتونیم الیوبی جلبی رو خیلی راحت به دست بیاریمش. هر دو تا نقطه مثلا 4 و 5 اینجا به شما بدن، ببینید که الیوبیش میشه به نقطه 20 میرسن و جلبیش هم به نقطه 1 میرسه. و دیگه ما از اینجا به بعد برای مشبکه ها جلبی رو با چین نماد حالا 8 به سمت پایین، 8 کوچولو و این هم 7 کوچیک نمایشش میدیم. الیوبی مساوی با x یا y. مثل همون ترکیبات فصلی و عطفی هستش که شاید از این نمادها هم استفاده بکنم. این همون و هستش و این مفهوم یا داره. پس الیوبی x یا y میخونیم و جلبی رو x و y میخونیمش. پس توی مشبکه ها از این دوتا نماد استفاده میکنیم. مثلا یه مجموعه مرتب جزئی دی 20 داده، گفته آیا مثلا این مشبکه است یا خیر، چون مجموع مرتب گفتیم که دی ان ها همراه با رابطه آد کردنی که عنوان میشه همواره یک مجموع مرتب جزئی هست. اثباتش هم کردیم، صدا خاصیت بازتابی و پادتقارنی و تعدی رو داره و حالا پس میخوام ببینیم آیا مشبکه است یا نه. شما نگاه کنید هر دو تا نقطه‌ای که در نظر بگیرید، اولین نقطه‌ای که در بالا به هم میرسن الیوبی، اولین نقطه در پایین به هم میرسن جلبی گفته میشه. پس الان 2 و 5 رو اگه نگاه بکنید الیوبیش میشه برابر با 20 و جلبیش هم برابر با 1. 2 و 4 اولین نقطه که در بالا به هم میرسن خود 4 هستش، اولین نقطه در پایین 2. تک تک اینها رو چک بکنید میتونید به راحتی مشبکه بودن این رو نتیجه بگیرید. حالا نکته پس ما تا اینجا اشاره کردیم و از اینجا میخوام بحث جدیدمون رو عنوان بکنیم تحت عنوان زیر مشبکه. زیر مشبکه مثل همون زیر مجموعه یا زیر گراف هستش، فقط یک نکته ریزی داره که در اینجا بیام با هم اینو بحثش بکنیم و به این نکته ریز حتما توجه بکنیم. زیر مشبکه فرض بکنید یک مشبکه به ما داده باشه. فرض کنید این المون که حالا گفتیم مشبکه رو معمولا با ال نمایش میدن، اولی کلمه لاتیس هستش همراه با رابطه حالا یک رابطی کوچکتر مساوی که گفتیم یک نماده، نه منظور کوچکتر مساوی، یک نمادی هست برای مجموع مرتب جزئی. فرض کنیم ال و کوچکتر مساوی یک مشبکه باشه. خب این مشبکه رو به ما داده، میخوام ببینیم زیر مشبکه رو چی تعریفش کنیم. خب زیر مشبکه یه تعدادی از رؤوس و یالهای این رو انتخاب میکنید به عنوان یک زیرگراف از این مجموعه در نظر میگیرید. حالا این زمانی مشبکه خواهد بود، زمانی که میتونید به این یک اسم واژه زیر مشبکه رو عنوان بکنیم که هر دو تا عنصری که از توی این انتخاب کردم، اینجا نوشته هر دو تا عنصری که انتخاب کردید از این مجموعه آ انتخاب کردید، گفته که آ یا ب یا همون الیوبیش، آ و ب یا همون جلبیش متعلق به مجموعه آ باشه. خب تا اینجا چیزی شاید خاصی نباشه، ولی نکته‌ای که مهم هستش اینه که زمانی که دارید آ یا ب و آ و ب رو حساب میکنید باید توی این مجموعه ال باید حسابش بکنید. یعنی چی؟ مثلا فرض بکنید که من H و C رو انتخاب کردم از این مجموعه، بلافاصله وقتی میخوام این دوتای الیوبی و جلبیش رو حساب بکنم میام سراغ این گرافمون. خب H و C رو انتخاب کردیم. خب اگه اینجا نگاه بکنید الیوبی اولین نقطه که در بالا به هم میرسن نقطه G هستش و اولین نقطه که در پایین به هم میرسن یا جلبیش برابر با دیه.
پس LUBش یا همون H یا C مون برابر با G هستش و H و C مون هم برابر با D یا همون GLBش. خب اما نگاه بکنید گفته هر دوتا باید تو A باشن. پس اینجا میبینید که G توی این مجموعه تو A مجموعه A نیست، هرچند D هست ولی A G مون نیست. پس این دیگه یک زیر مشبکه نیست. پس نکته‌ای که مهم هستش همینجاست. زمانی که شما دارید هر دو تا نقطه‌ای که توی مجموعه انتخاب می‌کنید، نکته‌ای که وجود داره حتما LUB و GLB رو باید تو مجموعه اصلیتون پیدا کنید، بعد ببینید که آیا GLB و LUB هم توی مجموعه هست یا نیست. خب این مثال کلا واضح و گویا هستش. این بحث زیر مشبکه هستش، با چیز خاصی نداره. بحث متمم یک عضوی هم اومدیم تعریف کردیم. متمم یک عضو در مشبکه در واقع به این صورت میتونیم تعریفش بکنیم که عنصر A اگر توی مشبکه در نظر بگیریم یک عضو منحصر به فرد. این خیلی مهمه، حالا بستگی به نوع کتاب داره. بعضی از کتاب ها این بحث منحصر به فرد بودن رو در نظر نمیگیرن، بعضی ها منحصر به فرد بودن رو حتما جزء شروطشون میذارن. حالا اینجا کتاب به عنوان عضو منحصر به فرد در نظر گرفته. گفته که یک مجموعه مثل نقطه‌ای مثل A اگه شما در نظر بگیرید، متممش چی میشه؟ گفته یک متممش یک عنصری هستش که اگر بیام GLB رو در نظر بگیرم بشه کوچکترین عضو همون O و آی مونم که همون گفتیم بزرگترین عضو، و اگر بیام اون LUB رو حساب بکنم بزرگترین عضو یا همون آی باشه. پس به این صورت متمم تعریف شد. متمم حتما هم یکی هست، یک تاست، نمیتونه دوتا داشته باشیم. اگر دوتا داشتیم اصلا متمم نداریم. اما بعضی از کتاب‌های دیگه میگن نه، میتونه دوتا متمم سه تا متمم هم داشته باشه. ولی خب این کتاب اومده متمم رو منحصر به فرد تعریف کرده. پس متمم مثلا فرض بکنید یک عنصری که خواستیم حساب بکنیم باید طوری انتخاب بکنید که اون دوتا عنصر در پایین نقطه مشترکشون به اولین نقطه O برسن، در بالا اولین نقطه‌ای که میرسن آی باشه. مثلا اگه شما نگاه کنید آیا 5 متمم 2 هست، این دوتا رو اگه نگاه بکنید در بالا باید به آی برسن، در پایین باید به او برسن، یعنی LUBش باید برابر با 20 باشه. اینجا اگه نگاه کنید LUBش میشه 10، اولین نقطه که در بالا میرسن 10. پس این متمم نداره. دو متمم 5 نیست یا 5 متمم 2 نیست، هرچند در پایین به نقطه 1 میرسن ولی در بالا نمیرسن. اگر 5 و 4 رو در نظر بگیریم، 5 و 4 رو اگه در نظر بگیریم اولین نقطه که در بالا به هم میرسن 20 و اولین نقطه هم که در پایین دو تا به هم میرسن برابر با چی هستش؟ 1 هستش. پس 4 و 5 متمم هم هستن. چون پس دیگه ببینیم چند عنصری با هم دیگه میتونن جدا بشن. اگه 2 رو نگاه بکنید با 5 که نبود با 10 هم، چون روی یک خط هستن 2 و 10، اولین نقطه که در بالا به هم میرسن 10، اولین نقطه که در پایین به هم میرسن 2. پس 2 و 10 متمم نیست. 2 و 4 هم نمیتونه باشه. 2 و 20 هم اگه نگاه بکنید در بالا به 20 میرسن، در پایین به 2 میرسن. 2 با 1 هم که نمیشه. حالا 2 و 1 رو در نظر بگیرید در پایین به 1 میرسن، در بالا به 2 میرسن. بس الان نقطه 2 متمم نداره، رأس 2 متمم نداره. هر کدوم از عناصر رو که چک بکنیم ببینید که این شرط رو نداره. خب پس یک عضو میتونه متمم داشته باشه، اگر وجود داشته باشه حتما یک تاست، ولی اگر نداشته باشه، اگر در واقع بیشتر دوتا داشته باشیم نه، متاسفانه دیگه ما متمم نداریم. پس اومدیم متمم به این صورت شد که 4 و 5 چون اینجا متمم هستن میتونه بنویسیم 4 متممش میشه 5، یا برعکس متمم 5 میشه برابر با 4. خب حالا یکی از مجموعه های دیگه‌ای که خیلی خوش تعریفه و تمام ویژگی ها رو داره مجموعه توانی آ هست یا پی آ، با رابطه‌ای که روش تعریف میکنیم رابطه شمولیته. فقط یک نکته‌ای که قبلش در مورد پی آ عنوان بکنیم که یادتون بیاد، پی آ چی بود؟ میشد مجموعه پاور ست، به عبارتی مجموعه توانی آ یا پاور ست، مجموعه توانی.
با پی نمایش. این چی بود؟ این مجموعه تمام زیر مجموعه های مجموعه آست. مثلا فرض بکنیم که آمون باشه 1 2 و 3. خب مجموعه پی آ چی میشه؟ خب اگر در نظرش بگیرم میشه اول اینکه توهی زیر مجموعه اینا هستش، بعد میشه تک عضویا، بعد میشه دو عضویا، مثلا 1 و 2 1 و 3 2 و 3 و 1 2 و 3. یعنی میشه مجموعه توانی پی آ، مجموعه تمام زیر مجموعه ها. پس این میشه مجموعه توانی. اما نکته‌ای که وجود داره تعداد عناصر مجموعه آ یا همون کاردینال آ یا تعداد، اینجوری هم نمایشش میدن n پی آ، تعداد عناصرش. پس تعداد عناصر پی آ میشه برابر با 2 به توان n. یعنی اگر این n تا عضو داره 3 تا عضو داشته باشه، در این صورت در اینجا پی آ میشه 2 به توان 3 که میشه 8 عضو داره که اگر نگاه بکنید این 8 عضوش رو میتونید ببینید. خب پس این در مورد مجموعه توانی بود که لازم یادآوری داشته باشیم. پس اگر آ یک مجموعه n عضوی باشه، در این صورت تعداد عناصر پی آ رو که با قدر مطلق پی آ نمایشش میدیم برابر میشه با 2 به توان n. اگر 3 تا عضو داشته باشه 8 تا، اگر 5 تا داشته باشه مثلا 32 تا 2 به توان 5 32 تا عضو خواهد داشت. اما حالا میخوام بحث جبر بول رو تعریف بکنیمش. هرگاه شما بیاید یه مشبکه داشته باشید، یه سری ویژگی ها داشته باشه. پس اینجا شاید اجازه بدید من یک تعریفی از جبر بول داشته باشم. یه فضایی رو در نظر بگیریم. بذارید من اینجا این رو یکم کوچیک‌ترش بکنم که فضا برای تعریف من باشه. خب یه تعریف ساده ای داره. بیام جبر بول رو اینجوری تعریفش بکنیم. یه مشبکه است که 3 تا ویژگی داشته باشه. 1 محدود باشه. یعنی چی؟ یعنی دارای بزرگترین و کوچکترین عضو باشه. اینجا می‌نویسم دارای عناصر O و I باشد. یعنی بزرگترین عضو و کوچکترین عضو. اینو بهش میگفتیم یک مشبکه محدود. مثلا مثل این مثال بالا اگه نگاه بکنید بزرگترین عضوش 20، کوچکترین عضوش هم 1 هستش. بهش میگفتیم این دو تا عنصر میگفتیم یکی رو میذاشیم آ، یکی رو میذاشیم او. دوم این که باید توزیع پذیر باشه که در مورد اینم صحبت کردیم. مشبکه رو میگیم یه مشبکه توزیع پذیر که خاصه توزیع پذیری یا نسبت به و داشته باشه. حالا من نمیدونم اینو جلسه قبل عنوان کردیم در موردش صحبت کردیم یا نه، ولی بعد نیست اینجا یک صحبتی داشته باشیم برای بحث توزیع پذیر. ما فرض کنیم یک مشبکه داشته باشیم همراه با حالا یک رابطه مرتب جزئی روش باشه. توزیع پذیر رو اینجوری میگیم که هر 3 تا نقطه‌ای که شما انتخاب بکنید از توی ال بیاد این در واقع داشته باشه این x یا y و z مساویس با این توزیع پذیری یا نسبت به و، یعنی میشه x یا y و x یا z.
یعنی هر ستایی که انتخاب بکنیم چنین ویژگی داشته باشه. و همینطور توضیح پذیری و نسبت به یا میشه x و y یا x و z، یعنی این میشه خاصیت توضیح پذیری. هر مشبکه باید یک چنین ویژگی داشته باشه. حالا یه سری توضیحاتی داره که حالا کتاب اگر مطالعه بکنید حالا شاید ببینید که این بررسی این یکم سخته، سنگینه. یعنی من هر ستا رو خواسته باشم چک بکنم چی میشه، حتی ترتیب هم مهمه، یعنی که شما x رو اول بنویسید بعد y z یا z x رو، یعنی در واقع جایگشت این ستا نحوه نوشتارش هم خیلی مهمه. یعنی غیر از اینکه اون ستا رو انتخاب میکنید دوتا رو باید چک بکنید، باید ترتیب اینا هم خیلی مهم میشه. خب یعنی 8 حالت، هر ستا 8 حالت متفاوت میتونید براش این ترتیب ها رو بنویسید. حالا کدوم اول بنویسیم خیلی مهم هستش. این یکم سخته چک کردن هر ستاش و یه قضیه داره که حالا اون قضیهشو ان شاءالله با هم دیگه بررسی خواهیم کرد در ادامه. فعلا من این بحث توضیح پذیری رو این جبر بولم رو تموم بکنیم، بعدش ان شاءالله بریم سراغ ادامه با. اینو من برمیگردم مجدد در موردش صحبت خواهم کرد. پس توضیح پذیر باشه و سومین ویژگی که میخوام بررسی باید داشته باشه یک جبر بولمون بحث متمم پذیر باشه که متممش هم که خب بالاتر تعریف کردیم. بحث متمم پذیر، هر دو عضوی که انتخاب بکنید متمم داشته باشه. اینو بهش میگیم یک جبر بول. حالا نکته‌ای که مهم هستش، مجموعه پی اسی که این بالا، پی آیی که اینجا تعریفش کردیم، تمام این ویژگی ها رو داره، میشه چکش کرد. محدود هستش. مثلا فرض بکنید که من اگر بیام پی همین مجموعه آ رو اینجا تعریفش بکنم، این مجموعه پی آ رو که اینجا اومدم در نظر گرفتم، خب این مجموعه پی آ، به خاطر اینکه بهتر متوجه بشید من نمودار خاصش رو سریع رسم میکنم. نمودار ها، چون این مجموعه همراه با رابطه شمولیت هم داریم روش تعریف کردیم. مجموعه نمودار خاصش خب تهی رو پایین تر از همه قرار میدیم. بعد تهی میتونه به 1 مرتبط باشه، به 2 هم همینطور و به 3. یعنی چرا؟ چون تهی زیر مجموعه 1، تهی زیر مجموعه 2، تهی زیر مجموعه 3، تهی زیر مجموعه 1 و 2 هم هست، ولی چون 1 بینش هستش و تهی زیر مجموعه 1 هم زیر مجموعه 1 و 2 نمیتونیم دیگه به 1 و 2 وصل بکنیم و همون مباحث مربوط به رسم نمودار خاص که در جلسات گذشته در موردش صحبت کردیم. من فقط دیگه نمودار خاصش رو رسم میکنم دیگه بدون توضیحات. 1 هم به 1 و 2 وصل میکنیم، به 1 و 3 هم وصل میکنیم، ولی دیگه به 2 و 3 نمیشه. به این به 1 و 2 وصل میکنیم، به این هم که نمیشه، به 1 و به 2 و 3 وصل میشه اینجا، 3 مونم به این وصل میشه و به این، و اینم که خب به این صورت 3 تا رو میتونیم به 1 2 3. اگر نگاه بکنید نمودار خاصش یک دونه شکل مکعب داره. این شکل مکعب تمام اون ویژگی هایی که تو ذهنمون بود در مورد بحث جبر بول داره. یک، گفتیم که اولین ویژگی که باید داشته باشه یک شبکه محدود باشه. چرا؟ خب اینجا محدوده، تهیمون رو همون او در نظر میگیریم و 1 2 3 مونم همون آی در نظر میگیریم، پس محدود هست. توضیح پذیرم هست. اگه یادتون باشه ما توضیح پذیری مثلا فرض بکنید که من 2 تا مجموعه آ1 رو در نظر بگیرم، آ2 هم در نظر، 3 تا مجموعه دلخواه. اینا خاصیت توضیح پذیری داشتن. چی نسبت به چی؟ میگفتیم که بحث اشتراک، حالا ما در پی آ که یک مشبکه است اون یا رو تعریف میکنیم همون مفهوم اجتماع و رو تعریف میکنیم مفهوم اشتراک. یعنی هر زمانی که شما خواستید LUB بگیرید اجتماع بگیرید،
هر زمانی که خواستید GLB بگیرید اشتراک بگیرید. مثلا فرض بکنید که 1 و 2 و 2 و 3 رو LUBش اولین نقطه که در بالا به هم میرسن 1 2 3 یعنی همون اجتماع این دوتا. اولین نقطه هم که در پایین به هم میرسن نقطه 2 هستش یعنی اشتراک اونها. پس ما برای LUB از اجتماع استفاده میکنیم، برای جلبیش هم از اشتراک استفاده میکنیم. حالا پس من وقتی که خواستم مثلا بنویسم توزیع پذیری یا نسبت به و، میشه توزیع پذیری اجتماع نسبت به اشتراک. خب اینو ما داشتیم توی تعریف‌های ریاضی که اجتماع نسبت به اشتراک خاصیت توزیع پذیری داره، یعنی میشد A1 اجتماعش با A2 اشتراکش با A1 اجتماعش با A3 و همینطور الاخر. یعنی هر ستایی که انتخاب توزیع پذیری هم داره و شبکه متمم پذیر هم هست. خب متمم و شما متمم یک مجموعه رو خب خیلی راحت میتونستید تعریف بکنید. میگفتید که اون مجموعه، حالا من با یک چیز دیگه متمم رو تعریف میکنم، میشد مجموعه مرجع منهای اسمون. این میشد تعریف متمم. خب الان شما متمم 1 و 2 میشه در واقع اون مجموعه 1 2 3 رو در نظر 1 و 2 رو کم بکنیدش، میشه برابر با 3. یا مثلا متمم 2 چی میشه؟ میشه برابر با 1 و 3. توهی چی میشه؟ میشه مجموعه 1 2 3. یعنی پس هر عضوش متمم داره. این PS که اینجا تعریف کردیم، این PS که اینجا داریم تعریف میکنیم یا PI که اینجا تعریفش میکنیم، 3 تا ویژگی رو داره. پس یک جبر بوله. حالا دیگه از اینجا به بعد ما این پیا همراه با رابطه شمولیت که دیدید که تعداد عناصرش هم 2 به توان 3 تا بود، حالا برای اینجا 3 تا 2 به توان n بود، میشد یک جبر بول. نمودار خاصش هم اینجوریه. حالا از اینجا به بعد هر مجموعه دیگه‌ای که خواستید در نظر بگیرید که اینها با هم دیگه جبر بول هست یا نه، بلا فاصله چکش بکنید با مجموعه پی آب همراه با رابطه شمولیت. مثلا چیزی تعریفش بکنیم؟ ما میدونیم این مجموعه پی آ تعداد عناصرش 2 به توان n عضوه، 2 به توان n عضو هستش. پس ما دیگه هر جبر بولی باید 2 به توان n عنصر داشته باشد. یعنی تعداد عناصرش باید به صورت یک توانی از 2 به توان n بنویسیمش. خب اینجا D12 آیا جبر بوله؟ D12 مقسوم علیه های 12 رو بنویسیم 1 2 3 4 6 12 تعداد عناصر 6 تاست. خب آیا این 6 میتونم به صورت 2 به توان n بنویسم؟ خیر، چون اگر میخواستم 2 به توان n میشه 2 به توان 0 2 به توان 1 2 به توان 2 2 به توان 3 2 به توان 4 و همینطور الاخر. خب بس ببینید که من به صورت مثلا 2 4 8 16 اینا باید باشه. 6 به هیچ کدوم از این صورت‌ها نمیتونیم بنویسیمش، در نتیجه دیگه جبر بول می‌بینیم. پس ما هر ویژگی که خواستید ببینید که آیا اون میتونیم تو اون قالب حتی لحاظ نمودار خاصش، ما حتی نمودار خاصش رو نگاه کنیم برای 3 عضوی شد یک شکل مکعب، 8 تا شکل نمودار خاص هر کدوم که رسم کنیم باید شکلش مکعبی باشه. پس یه سری ویژگی های دقیقا من دیگه جبر بول رو هرچی که خواستم با این میام مقایسه میکنم. اگر دیدم که ویژگی هاش با پی آ برابره میگم جبر بول. اما یه چیزی که ما خیلی مهمه توی امتحانم حالا میتونه خیلی مطرح بشه، بحث همین دی ان هاست. دی ان ها همشون جبر بول نیستن ولی یه عده خاصشون جبر بولن. کدوما جبر بول هستن؟ اونهایی که شما بتونید اگر n رو به عوامل اول تجزیهش کردید تمام عوامل اول تواناش 1 باشه. مثلا 12 رو من میتونم به صورت 2 به توان 2 ضرب در 3 بنویسم، چون 2 عامل اولش به توان 2 داره میگیم جبر بول نیست. ولی مثلا 10 رو میتونم بنویسم 1 2 5 تمام توانها 1 هستن، پس این جبر بوله. 30 1 2 3 5 میتونم بنویسم، تمام توانهاش 1. اما 60 جبر بول نیست، چون 60 رو میتونم بنویسم مثلا 2 به توان 2 ضرب در 3 ضرب در 5، چون این 2 توانش در واقع بیشتر از 1 هست 1 نیستش، دیگه میتونیم بگیم این جبر بول نیست. پس دی ان ها به شرطی جبر بول هستن که اگر
به صورت عوامل اول تجزیهش بکنید، تمام عوامل اولمون تواناش 1 باشد. این میشه جبر بول. پس دقت بکنید دیگه از اینجا به بعد ما پی آ که همواره جبر بوله، رابطه هم که تعریف میکنیم رو شمولیته و دی ان مون هم به شرطی جبر بول هست که اگر به عوامل اول تجزیهش کردید تمام توانها 1 باشد. این بحث جبر بولمون. فقط یه نکته‌ای که میمونه در زمانی که دارید شما جبر بول رو تعریف میکنید، حالا مثلا هر مجموعه‌ای که به عنوان جبر بول در نظر میگید، مثلا آ یک جبر بول باشه، یه مشبکه است که 3 تا ویژگی داره، یعنی در واقع همون مجموعه مرتب جزئی هست، مشبکه هست، غیر از مشبکه 3 تا ویژگی دیگه هم روش هستش. خب یه رابطه‌ای هم که اومدیم روش تعریف کردیم. حالا نکته‌ای که مهم هستش، بلا فاصله شما باید به محض اینکه جبر بول تعریف شد اینها رو برای خودتون لیست بکنید و تعریف بکنید. اینکه یاتون چیه یا همون LUB چیه و چی هستش در اینجا، متمم چی هستش، عنصر کوچکترین عضوتون چیه و بزرگترین عضوتون چیه. یعنی این 5 تا ویژگی رو بلافاصله باید برای جبر بول بتونید تشخیص بدید. خب دو تا چیزی که ما، دو تا مجموعی که خیلی باهاش کار میکنیم و خیلی هم خوش تعریفه، یکی مجموعه توانی و دی ان ها، گفتیم که اینم به یک شرطایی که میتونه اگر این جبر بول باشه رابطه آد کردن روش تعریف میکنیم. پی آمون هم که رابطه شمولیت به ازای هر آی این جبر بول، این محدودیتی نداره. اما باید اون 5 تا ویژگی ها رو ما بیام روش تعریفش بکنیم. خب توی مجموعه پی آ دیدیم که یا چه هستش، اجتماع و اشتراک، متمم همون متمم مجموعه تعریفش میکنیم، بزرگترین عضو همون مجموعه آمون تعریف میکنیم، کوچکترین عضو مجموعه توهی تعریف میکنیم. یعنی پس این 5 تا رو میتونیم برای این مجموعه توانی بلافاصله بیایم تعریفش بکنیم. خب این مشکلی نداره، یعنی خیلی ساده است. اما برای دی ان که همون سوال امتحانی هم مطرح میشه، رابطه آد کردن روش تعریف میشه. یا رو تعریف میکنیم که میم، اینا همه میشه اثباتش کرد که این ویژگی‌هایی که میخوایم داره. یا رو تعریف میکنیم که میم و رو تعریف میکنیم میم، بزرگترین مقسوم علیه مشترک، که میم کوچکترین مضرب مشترک بود، میم بزرگترین مقسوم علیه مشترک. پس یا میشه که میم، 8 میشه میم. و آ پریم هم تعریف میکنیم n تقسیم بر همون nی که داشتیم رو بر آ تقسیم میکنیم، متممش به دست میاد و بزرگترین عضوش هم n تعریفش میکنیم و کوچکترین عضومون هم عدد 1 تعریفش میکنیم. پس برای مجموعه دی ان همراه با رابطه آد کردن اینها رو اومدیم تعریف کردیم که یامون رو تعریفش میکنیم همون اجتماع، و رو تعریف میکنیم اشتراک. معذرت میخوام اینجا برای دیگه من مجموعه پی اس نبود. برای این مجموعه این تعریفش میکنیم که میم، کوچکترین مضرب مشترک، و رو تعریفش میکنیم میم و متمم رو تعریفش میکنیم n تقسیم بر آ، متمم آ میشه n تقسیم بر آ، و کوچکترین عضوش، بزرگترین عضوش رو همون n تعریفش میکنیم و کوچکترین عضوش هم عدد 1 تعریفش میکنیم. این 5 ویژگی که برای دی ان. حالا مثلا سوال اینجوری مطرح میشه که خب مثلا شما بیایید دی سی رو در نظر بگیرید. دی سی میشه 1 2 3 5 6 10 15 و 30. این میشه مجموعه دی سی. خب اگه نگاه کنید تا عناصرش هم 1 2، خب من اگه گفتم این جبر بول هستش یا نه، بلافاصله سی رو به عوامل اولی تجزیه بکنید. میشه 1 ضرب در 2 میشه ضرب در 15 هم بنویسیم 3 ضرب در 5. پس میشه 1 2 3 5. چون تمام توانهاش 1 هستش، پس این حتما چی هستش؟ جبر بول. بلافاصله میتونیم هر دیگه بدون نمودار هاست، دیگه هاستشو نمیخوام رسم بکنیم، میتونیم که میمی بمیمیشو به اون در واقع LUB و GLB شو خیلی راحت حساب بکنیم. مثلا سوال میاد میگه که در این مجموعه DSC همراه با رابطه آد کردن روابط زیر را حساب کنید. سوال اینجوریه.
مثلا میگه که فرض بکنید که 2 یا 3 چی میشه؟ خب بلافاصله میگیم از اینجا میگیم باید کمیم 2 3 رو حساب بکنم. خب کمیم 2 3 اگه یادتون باشه دو تا عنصری که میخواستیم کمیم دو تا عنصر رو حسابش کنیم، مثلا مثل A و B رو خواستیم حساب بکنیم، دو تا عدد رو ضرب میکردیم در هم تقسیم بر B میم AB میکردیم. B میم بزرگترین محصول علیه های مشترک هستش. خب پس من اینجا میایم 2 ضرب در 3 میکنم تقسیم بر B میم 2 و 3. 2 میشه عناصرش 1 و 2، 3 مونم میشه محصول علیه هاش 1 و 3. بزرگترین محصول علیه مشترکشون عنصر 1 هستش که میشه برابر با 6. پس خیلی ساده میتونیم این رو بدون داشتن نمودار هاستش که اون LUB و JLB رو حساب کنیم. یا مثلا میگه متمم رو حساب بکنیم. متمم 3 میشه nمون چند بود در اینجا؟ برابر با 30 هستش. این همون نقش n رو داره. 30 تقسیم بر 3 میشه برابر با 10. بلافاصله 10 میشه متمم. یا اگه 10 رو به دست بیارید میشه 30 تقسیم بر 10 میشه برابر با 3. یعنی میدونید که 3 متمم 10 متمم 3 خواهد بود. بزرگترین عضومون چی میشه؟ بزرگترین عضومون 1 هستش و کوچکترین عضومون 1. بزرگترین عضومون هم که در اینجا برابر با 30 است. یعنی تمام ویژگی ها رو میتونیم براش تعریفش کنیم. یا مثلا فرض بکنید که 5 و 6 رو 5 و 6 رو حساب بکنیم. این خب میشه B میم 5 و 6. خب B میم 5 و 6 چجوری حساب میشه؟ گفتیم 5 رو بنویسیم محصول علیه هاش 1 و 5، 6 مون هم میشه 1 2 3 و 6 هستش. خب محصول علیه مشترک این دو تا فقط 1، بزرگترینش هم 1. پس 5 و 6 میشه برابر با 1 هستش. خب پس خیلی ساده میتونید هر عبارتی رو که خواستید اینجا حساب بکنید. گاهن در جبر بول به جای این در واقع نماد یا و از این دوتا نمادم استفاده میکنیمش. به جای پس ببینیم حالا اگر تو همین جا اگر اشاره نکردیم که عنوان بکنیم، ما توی جبر بول اینجا بس من یک خطی هم بکشم که داشته باشیم. در جبر بول دیگه ما به جای یا از کلمه به علاوه استفاده میکنیم. به جای و از نماد ضرب استفاده میکنیم. به جای کوچکترین عضو از نماد صفر استفاده. این ضرب ها، ضرب کوچیک نقطه ای مثلا بذار ضرب بزنیم دیگه. و برای بزرگترین عضومونم با 1 نمایشش میدیم. یعنی پس ما یامون رو متمم که همون پریمه مشکلی نداره، فقط اینجا میتونه بعضی مواقع مثلا میگیم که آپریم رو با آبارم نمایشش میدن، هیچ فرقی نمیکنه، هر دوتا رو میتونیم برای متمم استفاده کنیم. بعد جبر بول دیگه معمولا اینجوری. حالا سال میتونه همین رو یکم خاص‌ترش بکنیم، مثلا دیگه ننویسیم 2 و به علاوه این، میتونیم اینجوری به انجامش بدیم. میتونم سال اینجوری بگم، بذارید من سال رو یه جور دیگه عنوان بکنم. میتونه اینجوری بشه، مثلا بگه که 2 به علاوه 3 ضرب در 5 رو پیدا بکنید در DSC همراه با رابطه آد کردن. خب بلافاصله 2 به علاوه 3 رو که خاصی حساب بکنیم، بذارید یکم عددش هم بزرگترش بکنیم چون 15 رو داریم. میتونیم مثلا بنویسیم 15 به علاوه 3 ضرب در 5 رو پیدا بکنید. خب ما بلافاصله میگیم خیلی خوب 15 به علاوه 3 همون کمیم این دوتا بود، یعنی اشتراک یا همون اجتماع یا همون نماد یا رو داریم. این همون کمیم هستش. خب برای پس میشه کمیم 15 و 3 رو باید حساب بکنیم. گفتیم که دوتا عدد رو در هم ضرب کنید تقسیم بر بمیمیمش. خب این میشه 1 3 5 15. اینم که مقسوم علیه هاش میشه 1 و 3. خب مشترک اینها 3 هستش، پس بر 3 بزرگترینش تقسیم میکنیم میشه برابر با 15. پس کمیم این 15 و 3 میشه 15. پس 15 به علاوه 5 میشه برابر با
15 به علاوه 3 میشه 15. حالا بیایم 15 رو ضرب در 5 بکنیم. خب 15 ضرب در 5 میشه به میم 15 و 5. خب به میم 15 و 5 بزرگترین مقسوم علیه بین 15 و 5 مونم که 5 میشه 1 و 5 میشه برابر با 5. پس میشه این برابر با 5 خواهد بود. پس خیلی ساده میتونیم با داشتن این دوتا نکته که به علاوه همون نقش LUB یا رو داره و در DN میشه کمیم و ضرب میشه بمیم. این دوتا رو میتونیم مثلا بیاد اینجوری انجام بده. حالا من با یک رنگ دیگه بنویسم که مثلا بگه 6 ضرب در مثلا 2 پریمش رو حساب بکنید. خب 6 ضرب در 2 میشه برابر با به میم بین 2 و 6. خب بین 2 و 6 به میم گفتیم که مقسوم علیه های 2 1 بر 2 هستش، مقسوم علیه های اینم 1 2 3 6 هستش، بزرگترین مقسوم علیهش برابر با 2. پس میشه اینجا می‌نویسیم 2 پریمش. پس 6 ضرب در 2 شد 2. حالا پریمش رو خواستیم حساب بکنیم، گفتیم که هر عضوی پریمش میشه n تقسیم بر a که اینجا nمون 30 هسته چون برای دی سی داریم حسابش میکنیمش. پس میشه 30 تقسیم بر 2 که حاصلش میشه برابر با 15. پس با این سال امتحانی بوده، یعنی شما دی ان رو به شما میده همراه با رابطه آت کردن، میخواد این عبارت ها رو شما حساب بکنیدش. این نکته بود که حتما باید در موردش اطلاعات داشته باشید. پس ما برای یک جبر بول اینجا اگه اصلاحش بکنیم، شما یک به علاوه رو باید تعریف کنید، ضرب رو تعریفش بکنید، پریم رو تعریفش بکنیم و بزرگترین عضو رو تعریفش بکنیم و کوچکترین عضو که این بزرگترین عضو دیگه گفتیم با 1 نمایشش میدیم، کوچکترین عضو هم با 0 نمایشش میدیم. اینم بذاریم ضرب. حالا اینا رو باید بتونید تعریفش بکنید که برای دی n به شرط اینی که جبر بول باشه، اینه به صورت عوامل اول تجزیهش که تواناشی 1 باشه، به شرط اینی که یک جبر بول باشه، گفتیم به علاوه میشه که میم، ضرب میشه به میم، آ پریممون میشه n تقسیم بر آ، این که بزرگترین عضومون n هستش، کوچکترین عضومون هم 1. اما برای مجموعه PS همراه با رابطه شمولیتی که روش تعریف میکنیم، اینجا رابطه آد کردن هم برای دی ان PS شمولیت، این میشد اجتماع، این ضرب میشد اشتراک، متممش که همون متمم مجموعه اصلیمون یعنی آ پریممون میشه اسمون منهای آ تعریف میکنیمش، بزرگترین عضو رو تعریفش میکنیم همون مجموعه اسمون بزرگترین عضو و کوچکترین عضومون هم که توهیه. ببینید این دوتا تو ذهنتون داشته باشه، یعنی من هر جبر بولی که در نظر بگیرم باید این ویژگی ها رو تو دل خودش داشته باشه. خیلی خوب، حالا بریم سراغ بحث تابع بولی. تابع بولی رو میخوایم تعریف بکنیم. در تابع بولی f از روی bn به b تعریف. bn چیه؟ ما مجموعه بیمون یه مجموعه هستش که 0 و 1 هم فقط، یعنی یا 0 یا 1. b2 رو تعریف میکنیم حاصل ضرب دکارتی b ضرب در b. خب عناصر حاصل دکارتیش اگه بنویسیم با توجه اینکه بیمون 0 و 1 میشه 0 و 0 0 و 1 1 و 0 1 و 1. b3 میشه b2 ضرب در بیمون، یعنی ما این ستا رو در این بیمون دسته با در خودش ضرب بکنیم، b ضرب در b ضرب در b. خب این اگه بنویسیم در واقع عناصرش میشه یه سری بردارهای سه مؤلفه‌ای که از 0 و 1 تشکیل شدن دیگه. 8 حالت ممکن میتونیم براش بنویسیم. خب
8 حالت ممکن میتونیم براش بنویسیم. حالتاش هم خب خیلی ساده است، یعنی اگر خواسته باشیم بنویسیم میتونیم مثلا فرض بکنید که 4 تا اول رو 0 بذاریم، بعد 4 تا بعدی رو 1 بذاریم و بعد دوباره 2 تا 0، یعنی حالتهای مختلف رو میتونیم براش بنویسیم و 8 حالت میتونیم براش در نظر بگیریم، چیز سختی نیست. این میشه یک مجموعه 20. حالا اینجا به صورت ما توان می‌نویسیم، میتونیم اندیس هم قرار بده، هیچ فرقی نمیکنه. پس ما میتونیم به جای مثلا B2 بنویسیم اینجوری B2 و اینم بذاریم B3، زیاد مشکل ایجاد نمیکنه. حالا بعضی از کتاب توان میذارن، بعضیا اندیس میذارن. حالا اگه خواسته باشیم این کتابتون جلو بریم، اینا به صورت اندیس بذاریمش. خب حالا تابع بولی چیه؟ میاد گفته یه تابعی هستش که روی بی ان ها اثر میکنه، یعنی مؤلفه هاش انتایی هن، بردارهاش انتایی هن، ان مؤلفه‌ای هن. میاد F روی یک ان مؤلفه‌ای اثر میکنه، خروجیش یا 0 یا 1. اینو بهش میگیم یک تابع بولی که این بی ان میگیم که در واقع دامنش و خروجیمون هم که همون برد تابع هستش یا 0 یا 1 هستش. مثالش رو نگاه بکنید. مثلا F مون از B3 اومده روی B تعریف شده. حالا ضابطمون چیه؟ یا کنید ضابطمون هست F x y z مساویه با x به توان 2 به علاوه y. خب اگه نگاه بکنید F داره روی 3 تا مؤلفه اثر میکنه، یعنی x y و z. به این 3 دقت بکنید، 3 تا مؤلفه میاد به عنوان ورودی اثر میگیره و یک خروجی به شما میده که خروجی یا 0 یا 1. مثال خب B3 رو اگر دقت بکنید عناصرش گفتیم 0 و 0 و 0 تا 1 و 1، 8 حالت ممکن داریم. خب اگر یه مؤلفه‌شو مثلا بگیریم، مؤلفه‌اش 1 0 0 رو بگیریم. خب اگر به جای x بذاریم 1، به جای y هم بذاریم 0، به جای z هم بذاریم 0 توی رابطه، به جای x بذاریم 1 y و z هم بذاریم 0، میشه 1 به توان 2 به علاوه 0 مساوی با 1 هستش. خب این میشه یا خروجیتون یا 0 یا 1 هستش. خروجیتون یا 0 یا اینجا 1 شده. یا مثلا f 0 0 1 رو بگیرید بذاریدش، بذاریم داخلش، خروجیش میشه 0. پس خروجی این تابع بولی یا 0 یا 1. اما در محاسباتمون ما یه سری از عملگرهای بولی باید استفاده بکنیم. عملگرهای بولی به این صورت تعریف میشن، همون عملگرهای جمع و ضرب معمولی هستن با یه تفاوت کوچولو. مثلا فرض بکنیم برای به علاوه اگر 0 و 1 ها رو در هم دیگه با هم جمع بکنیم، 0 و 0 0، 0 و 1 1، 1 و 0 1، 1 به علاوه 1 مون هم 1 تعریفش میکنم. تنها تفاوتش همینه که 1 به 1 رو از 1 به علاوه 1 رو برابر با 1 تعریف میکنیمش. این قراردادی هست که در عبارتهای بولی میاد تعریف میشه. برای ضربش دیگه خب ساده است، یا به صورت نقطه نمایشش میدیم 0 و 1 0 و 1، همون جمع و ضرب معمولی هستش که ما قبلا داشتیم، یعنی 1 و 1 ضرب میشن، ضرب کنیم و بقیه همه که میشن 0. و یه بحث متمم هم داریم. متمم یعنی آپریم. متمم در واقع صفرمون میشه 1، آپریممون اگر آمون این باشه، متمم صفر میشه 1، متمم یکمون هم میشه برابر با صفرمون. پس 3 تا نماد ما میام تعریف میکنیم، عین همون قبلی ها هستش، فقط تفاوتش 1 به علاوه 1 برابر با 1 تعریف میشه. حالا یه جدول ارزشی هم داریم. جدول ارزشی به این صورت تشکیل میشه که مثلا گفته که بیاید این تابع رو در نظر بگیرید، x به علاوه y پریم. خب ما الان اگه نگاه کنید وقتی که داره x به علاوه y پریم تعریف میکنه، پس ما ورودیمون دو تاست، یکی x داریم یکی y داریم. پس f مون باید دقیقاً از روی b2 تعریف بشه به b تعریف بشه، یعنی دو تا مؤلفه رو میگیره. حالا یه خروجی 0 و 1 که x به علاوه y پریم هست رو به ما میده. خب اینجا اگر نگاه بکنید حالتهای مختلفش رو باید بنویسیم. فقط برای بحث نوشتن حالات مختلفش باید به این نکته توجه بکنید که مثلا وقتی میخواید f رو از b2
به بی تعریفش بکنید، بی دو خب ما گفتیم که تمام دو مؤلفی ها هستن دیگه، 0 و 0 مثلا هستش، 0 و 1 هستش، 1 و 0 هستش و 1 و 1 هستش. خب این واقع مربوط به بی دو مونه. خب این ما میتونیم به صورت یک خیلی ساده تر بدونی که حفظ بکنیمش بیایم به راحتی عناصرش رو بنویسیم. چجوری بنویسیمش؟ خب ما دو تا عنصر در نظر میگیریم، مثلا یکی x و y، چون گفته ورودی‌هاش دوتایی باید باشن و چون میشه این x مون دو حالت میتونه داشته باشه، 0 و 1، y مون هم یا 0 یا 1، این هم دو حالت میتونن داشته باشن، کلا 4 حالت شما میتونید براش بنویسید که اینجا اشاره شد اینجا بالا. اما نحوه نوشتاری تو جدول به این صورت هستش که این 4 رو تقسیم بر 2 کنید، کل حالت ها رو تقسیم بر 2 کنید میشه 2، دوتای اول رو 0 بذارید، دوتای بعدی رو 1 بذارید. y هم همینطور. بعد برای y نوشتنش این دوتا رو که دارید تقسیم بر 2 کنید، میشه 2 رو تقسیم بر 2 کنید میشه برابر با 1 و یک دونه 0 بذارید، یک دونه 1 0 بذارید، یک دونه 1. ببینید 4 تا حالت رو من تونستم بنویسم. حالا مثلا اگر از B3 باشه به B1 یعنی 8 حالت ممکن، پس ما باید 3 تا مؤلفه داشته باشیم، یکی x y و z. خب این 8 حالت ممکن دارید، 2 به توان 3 میشه برابر با 8، 8 رو تقسیم بر 2 میکنیم 4، 4 تای اول رو 0 میذاریم، 4 تای دوم رو 1 میذاریم. خب باز این 4 تا رو تقسیم بر 2 میکنیم میشه 2، دوتای اول 0، دوتای بعدی 1، دوتای اول 0، دوتای بعدی 1 و بعد باز این دوتا رو تقسیم بر 2 میکنیمش میشه برابر با 1 0 1 0 1 0 1 0 1. 8 حالت. خب اگر اینجوری بنویسیم میتونیم اینها همون مبنای 2 2 اگه تصور کنیم، اینها به مبنای 10 که ببریم این میشه عدد 0، این میشه 1، اگر به مبنای 10 ببریم 2 3 4 5 6 7 یعنی در واقع اعداد 0 تا 7 رو به ترتیب به ما خواهند داد. اگر جدول رو به این صورت ما بیایم یک استانداردی براش قرار بدیم، طریقه نوشتن این جدول اعداد 0 تا 7 رو برای ما تولید میکنه. پس نحوه نوشتار این اعداد به این صورته. خب پس B3 نشون میده که ما Fمون روی 3 تا متغیر داره اثر میکنه. حالا ضابطش چی هستش که ضابطه رو به ما خواهد داد. پس یه جدول ارزشی میتونیم براش تعیین بکنیمش. خب مثلا x به علاوه y پریم، چون 2 تا ورودی داریم پس 4 حالت ممکن رو مینویسیم و گفته x با y پریم جمع بشه، y پریم میشه 0 میشه 1 1 میشه 0 0 میشه 1 1 هم میشه 0 و جمع کنیم بکنیم این تا رو با هم دیگه جمع بکنیم، x و y پریم رو جمع کنیم 0 و 1 1 0 و 0 0 1 و 1 1 1 و 0 1. پس میشه اینم جمع این دوتا. این میشه جدول ارزشی. حالا میخوایم بیایم صورت نرمال فصلی و عطفی رو بیایم تعریفش بکنیم. اینم خیلی ساده است که از همین جدول ارزشی میتونیم هر چیزی که خواستین در مورد ترکیبات عطفی بنیادی و صورت نرمال فصلی و نرمال عطفی اینا رو بیایم تعریف کنیم. یا کنید نکته‌ای که وجود داره، ما لفظ رو هر کدوم از این متغیرها چه خودش چه متممش یک لفظ تعریف میکنیمش، چه خودش چه متممش. مثلا اینجا x میشه یک لفظ، بعضی جا حرف هم بهش میگن. x یه حرف، یه لفظه، یا بعضی جا لیترال میگن. پس واژه‌ای به نام حرف یا لیترال یا همون لفظ، اینا یک مفهوم رو داره. مثلا اینو میگیم یک لفظ، y پریم رو میگیم یک لفظ یا یک حرف. پس ما خودش یا متممش رو به عنوان لفظ تعریف میکنیم یا حرف. اگه اینا با هم دیگه جمع بشن، ضرب بشن، با هم یک عبارتی بنویسن، یک کلمه تشکیل میشن. کلمات کنار هم بذارید جمله تشکیل میشه و این واژه ها رو ما داریم که زیاد مهم نیست. چیزی که برای ما مهمه اینجاست، ترکیب عطفی بنیادی. گفته که بیاید تمام متغیرها به صورت ضرب پشت سر هم بنویسیم.
همه متغیرها رو به صورت ضرب بنویسیمشون که یا ایگرگمون یا خود اون ایکس یا متممش، فرقی نمیکنه. مثال رو نگاه بکنید. fمون رو گفتیم از B3 به B، این میشه ترکیب عطفی بنیادی. ببینید ترکیب عطفی بنیادی اینه، چون تو B3 داره تعریف میشه پس 3 تا مؤلفه باید f روی 3 تا مؤلفه اثر کنه، x، y و z. حالا اگر این 3 تا رو در همدیگه ضرب بکنید، چه خودشون چه متممشون رو، یه ترکیب عطفی بنیادی به دست میاد. یعنی این z مثلا ضرب در x بار ضرب در y، این میشه یک ترکیب عطفی بنیادی. یا مثلا x z پریم y، ببینید هر 3 تا هستن، حالا چه خودش چه متممش در هم دارن ضرب میشن، این عطفی بنیادی هستش. و اگر این عطفی‌های بنیادی رو با هم دیگه جمع بکنیم، تمام این عطفی‌های بنیادی رو با هم جمع بکنیم، صورت نرمال فصلی یا DNF به دست میاد. DNF Disjonctive Normal Form یا DNF بهش میگیم صورت نرمال فصلی. پس عطفی بنیادی باید همه متغیرها چه خودشون چه متممشون باشند، در هم ضرب باید بشن و وقتی این عطفه بنیادی رو کنار هم گذاشتید با هم جمع کردید، صورت نرمال فصلی به دست میاد. مثلا و برعکسش هم داریم که برای ترکیب عطفی بنیادی اینا ترکیب، دقیقا ما میتونیم همین رو برای ترکیب فصلی بنیادی هم بگیم. یعنی اینجا به جای ضرب چی داریم؟ جمع داریم. و یک صورت نرمال عطفی هم داریم که در واقع مجموعه از ترکیب، اینجا بنویسیم مضربی از اون ترکیبات فصلی بنیادی باشه. پس اینجا به صورت مضربی از اون ترکیبات فصلی بنیادی بنویسیمش. یعنی پس صورت نرمال فصلی هم با CNF نمایشش میدیم. صورت نرمال عطفی اینجا صورت نرمال فصلی بود، صورت نرمال عطفی به صورت چی باید باشه؟ حاصلشون وسطشون جمعه و وسط این جمع ها باید ضرب باشه. پس جمع ها رو به صورت ضرب بنویسیم. اینجا رو نگاه کنید، مثلا یک ترکیب این دیگه فصلی بنیادی نیست، این یک ترکیب خب صورت نرمال فصلی، صورت نرمال عطفی رو میخوایم بنویسیم. صورت نرمال CNF رو نگاه کنید، همه متغیرها هستن، x y پریم، حالا چه خود چه متممش، y z x y، وسط چیه؟ جمع. پس این میشه یک ترکیب فصلی بنیادی. x y z با هم جمع میشن، این هم یک ترکیب فصلی بنیادی. x y پریم z پریم با هم جمع میشن، ترکیب فصلی بنیادی. و وقتی وسطش رو ضرب میذاریمش میشه صورت نرمال عطفی که با CNF نمایش میده. پس توی DNF ضرب‌ها به صورت حاصل جمع نوشته میشه، توی CNF مجموعها به صورت حاصل ضرب نوشته میشه. این نکته مهمی هستش که اینجا تعریف میکنیم. حالا مثلا گفته که بیاید به شکل CNF و DNFش رو بنویسید. من این رو اجازه بدید بیام خاطر اینکه بهتر متوجه بشید. گفته بیاید DNF و CNF، حالا CNF هم بنویسیم، DNF و CNF هاشو بیایم بنویسیمش. خب اول اینکه باید جدول ارزشیش رو تشکیل بدید. تشکیل جدول ارزشیش هم کار خاصی نداره، عین قبلا ما داشتیم، فقط اینا کافیه که یاد نده. فقط نکته‌ای که مهم هستش اگر نگاه بکنید F تون الان اومده
از روی x y z میبینید داریم، هم x داریم هم y، پس f مون باید 100% از b3 تعریف بشه به مجموعه b. یعنی 8 حالت ممکن برای x 2 حالت، برای y 2 حالت، برای z 2 حالت، یعنی 8 حالت میتونید براش باید بنویسید. خب 8 حالت رو گفتیم که تقسیم بر 2 میکنید، 4 تای اول رو میذارید 0، 4 تای بعدی رو میذارید 1. با 4 تا تقسیم بر 2 میکنید، 2 تا 0 2 تا 1 2 تا 0 2 تا 1 و این 2 تا رو با تقسیم بر 2 میکنید 1 0 1. پس 8 حالت ممکن رو میشه نوشت. حالا یکی x پریم y پریم داریم. خب پس من x پریم ضرب در y پریم، یعنی پریم این میشه 1، پریم اینم میشه 1، 1 ضرب در 1 میشه 1. این دو تا پریمش رو اگه در هم ضرب بکنیم میشه 1، پریم رو ضرب کنیم 0 0 0 0 0 و تا آخر هم 0 خواهد شد دیگه، همش متمم باشه. و همینطور x ضرب در z پریم، x رو ضرب در z پریم بکنید بنویسید و x y z هم با هم بنویسید، اینا در هم دیگه ضرب بکنید فقط یک حالت 1 میشه و در نهایت اینا با هم جمع بکنید، 1 با 0 1 و تا آخر 1 0 0 1 میشه اینجا میشه برابر با 1. امیدوارم که جای اشتباه نکرده باشه. 1 0 1 0 0 1 جای اشتباه نباید کرده باشیم. x پریم ضرب در بریم، چون چک بکنیم یه بار، x پریم ضرب در y پریم 1، اینم 1 مابقی که یک دونشون 1 باشه 0 میشه. خب درسته. x ضرب در z پریم، z پریم 1، اینم 0 اینم 0 اینم 0، این میشه 1، این میشه 0، این میشه 1، اینم میشه 0 و ستا رو به درم ضرب کردیم و جمع این ستامون هم که اینجا نوشتیم. خیلی خوب. این جدول رو دقت، این ستون آخرش رو دقت بکنید، خیلی ستون مهمیه. حالا اگر دقت بکنید این DNF نیست این شکلی که اینجا به ما داده. چرا؟ DNF باید در DNF حاصل ضربن، همه وسطشون باید جمع باشن بینا، ولی همه متغیران باید حضور داشته. تو اولی Z حضور نداره، توی دومی Y حضور نداره، توی سومی هر ستاش هست، مشکلی نداره. پس این یک شکل CNF نیست، DNF نیست، چون بعضی از متغیرها نیستن. برای نوشتن DNF میایم چه کار میکنیم؟ از اون یکا کمک میگیریم، یکایی که داریم. یه دونه یک اینجا دارید، ببینید تمام یکا رو میکشید بیرون، هر چه یک دارید تمام یکا رو شما بکشید بیرون. خب برای این یکا رو که در نظر گرفتیم، بیایم مؤلفه های مربوط به اون رو بیایم در نظر بگیریم. یه دونه اینه، یکی هم این هستش، اینم که مربوط به اینه، چهارمی، و یکی هم این هستش و اینم در واقع ورودی های مربوط به عناصر یکمون هستن. خب بیایم اینا رو بنویسیم. صفرها نشون دهنده پریم، یک ها نشون دهنده خود اون متغیر. الان اینجا اگر بنویسیم میشه x پریم، y پریم و z پریم. یعنی اینجا اگر نگاه بکنید مؤلفه هاش x پریم، y پریم، z پریم. اینجا چی میشه؟ میشه x پریم، y پریم و z برای این متغیر. برای این چی میشه؟ میشه x y پریم و z پریم و صفرها رو پریم بذارید، یک ها رو بذارید خود اون متغیر. بعدی چی میشه؟ میشه x y z پریم و آخریش هم که x y و z مون خواهد شد. پس این میشه بحث مربوط به اون ورودی هایی که یک هستش. همه رو در هم ضرب بکنید متغیرها رو. اگر صفر بود پریم نبود، یک خود متغیر بذارید، یک بود خود متغیر رو قرار میدیم. حالا DNF مون اینجوری میشه. DNF همه این متغیرها رو چیکار کنیم؟ با هم جمع بکنید. یعنی x پریم y پریم z پریم به علاوه x پریم y پریم z به علاوه x y پریم z پریم به علاوه x y z پریم به علاوه x y z. یعنی پس من همه اینها رو می‌نویسم این شکل CNF. نگاه کن تو همش هم حضور دارن ها، همه x y z ها، چه x چه y چه z چه خودش چه متممش حضور داره. حالا گفتم دقتم بکنید بعضی جا به جای مثلا این می‌نویسن اینجوری می‌نویسن، بار میذارن. این مهم نیست. بعضیا پریم میذارن، بعضیا بار میذارن. مفهومی؟ حالا این بس شکل CNF.
اما برای DNF، برای CNF مون یکم اوضاع عین همینه، فقط یکم متفاوته. از چه لحاظ؟ ما دنبال صفرا میگردیم، اینجا صفراشو پیدا میکنیم و بعد چیکار میکنیم؟ ورودی هاشو پیدا میکنیم، ورودی های پس مربوط به این. من با رنگ سبز همه رو نمایشش بدم. یکی این و یکی همین، سه تا اینجا صفر داریم. حالا برای نوشتن اینها بیایم این کارم عین قبل کاری که انجام میدادید، اینجا میشد x پریم y z پریم، متممش رو می نویسیم که میشه x به علاوه ضرب بینش میشه جمع به علاوه y پریم به علاوه z. دومی چی؟ این میشه x پریم y و z. خب بنویسیم اینم، میشه x به علاوه y پریم به علاوه z پریم. و این چی؟ این میشه، اگه خواسته باشیم بنویسیم، میشه x y پریم و اینم z پریمشو بنویسیم، میشه x پریم به علاوه y به علاوه اینم z پریم. حالا اینها رو که نوشیم در هم ضرب کنیم. خب پس CNF این صورت میشه x به علاوه y پریم به علاوه z، x به علاوه y پریم به علاوه z پریم، x پریم به علاوه y به علاوه z پریم. ببینید این بسط داده شده، یعنی تمام این متغیره که الان اینجا آوردیم دیگه، پس کار ساده شد دیگه، همه رو در هم ضرب بکنید. پس CNF تفاوتش اینه، برای DNF دنبال یک ها بگردید و برای CNF دنبال صفرها بگردید. فقط برای CNF زمانی که ورودی ها رو گرفتید یه پریم هم بگیرید که اونها رو با هم دیگه جمع بکنیمش. این معذرت میخوام، اینا هر چگونه نوشید به هم جمع بکنیم، مجموعش رو حساب بکنیمش. پس بعد از اینکه پریم گرفتید ضربم تبدیل به جمع میشه. حالا یه نکته دیگه که میمونه برای بحث CNF ها، یک نمایش دیگه هم میتونیم براش استفاده بکنیم. اینا رو نگاه کنید، معمولا میان با MI، یعنی همون اگر درست نوشته باشی اعداد اون باینری که اینجا ما میتونیم در نظر بگیریم به مبنای 10 ببریمش، اعداد 0 تا 7 رو به ما تولید میکنن. خب ما الان برای شکل DNF مون میتونیم از اینجوری بنویسیمش، مثلا همون یکا میشد M0 به علاوه M1، اگه اینا رو با M کوچیک نمایشش بدم میشه M0 M1، اینا اندیساشه، و M4 M6 M7 به این صورت میشه میتونیم اینجوری هم بنویسیم سیگمای M0 1 4 6 و 7. به این صورت هم میتونیم نمایشش بدیم، این شکل CNF. اما برای DNF برعکسه. ما حالا کتابی کاری که کرده اومده به این صورت نوشته، حالا شاید کار درستی هم نباشه این کار، که دنبال صفرا میگردیم ولی در همدیگه ضرب میکنیمش، با M بزرگ هم نمایشش میدیم، یکی این یکی این و یکی هم این، میشه M2 ضرب در M3 ضرب در M5. ببینید پس این CNF میتونه به صورت حاصل ضرب با M بزرگ نمایشش داده میشه. پس 0 1 4 6 7 اون مربوط به DNF، 2 3 5 مون هم CNF رو تشکیل میده، در صورتی که این باید یکم متفاوت باشه. چطوری؟ ما معمولا این کار رو انجام میدیم که حالا کتاب این کار، این دیگه همون شیوه کتابتونه، ولی اگر خواسته باشیم دقیق تر عنوان بکنیم به این صورت هستش که اینها رو به ترتیب از برای شماره گذاری از پایین شروع میکنیم. 0 1 2 3 4 5 6 و 7. اینا رو پس این سطر رو با M بزرگ نمایشش میدیم، یعنی به این صورت می‌نویسیمش.
حالا اینم نمادی که براش استفاده به این صورت هستش: حاصل ضرب ام بزرگ 2 3 و 5. این نمادم استفاده میکنه. اگه حالا توی سوالات مطرح شد با نماد غریبه نباشید. خب میتونیم اینجوری هم بگم، اما اصلش اینه. پس راهکار درستش اینه که من به جای اینکه با همون اندیس‌های مربوط به ام کوچیک برای ام بزرگم استفاده کنم، معمولا این شیوه درستی نیست. بیایم این کار رو انجام بدیم. به ترتیب از پایین از 0 شروع میکنیم تا بالا. حالا اینجا بیایم نمادهاشو اینجوری بنویسیمش. CNF مون مساوی با میشه ام سبزامون میشه 2 ضرب در M4 ضرب در M5. اینو به این صورت باید نمایش بدیم که هر MI میشه M N منهای I. M کوچیک، این رابطه‌ای که بین M بزرگ و M کوچیک وجود داره اینه. مثلا M1 مون میشه M، حالا در اینجا میشه 7 منهای I دیگه. مثلا همین اینجایی که نوشتیم 2 میشه M7 منهای 2، یعنی M کوچیک 5. خب اینجا هم 5 بود دیگه، دقت کردید؟ یعنی این رابطه بینشون برقرار هست. حالا اصلش اینه، ولی خب چون کتابتون دیگه اینو آورده و مبنای کتابتونم، حالا مبنای امتحانتون کتاب هستش، لذا همین شیوه کتاب رو باید جلو برید. پس برای CNF از نماد ضرب استفاده میکنیم، یه نماد پی بزرگ، و برای DNF از نماد سیگما استفاده میکنیم و اون شماره اندیس ها رو اینجا مینویسیم. اینجا هم شماره اندیس ها رو جلوی M قرار میدیم که واضح باشه. پس من اینجا اینو باید یکش میکردم، اجازه بدید همینم اینجا اصلاحش بکنیم. اینم میشه برابر با 1 و اینجا چون اینو سبز داریم مینویسیم، اینم به صورت سبز باشه. قرمزا رو برای چیز استفاده کردیم. سبزا رو برای DNF استفاده کردیم و قرمزا رو برای، یعنی پس ما الان اینو خواسته باشیم بنویسیم، یه نمادم اینجا داریم که پس میشه x ضرب در y ضرب در z به علاوه m7 6 و 7. اینجوری نمایشش میدیم: 0 1 4 6 و 7. 0 1 4 6 و 7. برای CNF ها دیگه دنبال این آخریه دیگه نباید باشیم. این آخریه رو دیگه، آخری مربوط به DNF شد. 3 تا داریم دیگه و این نمادی که استفاده میکنیم اینه: حاصل ضرب M بزرگ، یکی 2 هستش، یکی 3 هستش و یکی هم 5. اینجوری هم نمایشش میدن. خیلی خب، پس شک برای DNF دنبال 1 میگردیم، برای CNF دنبال 0 میگردیم. این کل بحثی بود که برای، در واقع میتونیم بگیم که DNF باز شده یا بسط داده شده یک عبارته و یا همینطور CNF. این دوتا ما داریم بازش میکنیم. نکنید یک عبارت اینجا دارید بازش کردیم، یعنی تمام متغیرهایی که توی هر کدوم نبودن رو ما داریم اضافه میشه، شکل باز شده است. حالا برعکس فرض کنیم که حالا یه مدل باز شده داریم مثل این، میخوام اینو خلاصش بکنیم. برعکسش رو میخوام انجام بدیم که یک الگوریتمی هستش تحت عنوان الگوریتم مک‌کلاسکی که انشالله توی جلسه بعد در موردش صحبت خواهیم